امروز شما دیدید فرزندتون صحبت کرده؟ فرزندم دیدیم خدا با شکر صد بار قطعش گپ زدیم همین یکم وکم پرزیدنت محترم به رحمت کلام امنیت و پروگرام وایسک و منیسترство обороны محمد سعید عبیداللهیف و همسایه و رحمت اینا بسیار خدمت کلان کردن همین ما میدونیم که همین ما تولد شدیم که در افغانستان جنگ تا حاضر جنگ اکنون امید نمیکردیم و حاضر رفته دیده چشم موقتی دیده اکنون خرسند هستیم خدا با شکر وقتی که فرزندتون طی این 6 ماه که شما تلاش میکردید و مراجعه میکردید به اداره ها و اونجا پاسخ دلپرانه که به دست نمیآوردید باور داشتید که فرزندتون آزاد میشود؟ باور داشتیم برای اون که همین ما از امنیت میگفتن که این فرزند شما نیست این فرزندی ما برای همین کجا که میرفتیم ما نقص قبول میکردن میگفتن که همه چیز به صبر و طاقت خدا با شکر کن 6 ماه گذشت صبر و طاقت کردیم انشالله کن همین روز فرزندم قطعی افزایش چه خیلی بود سلامتیش چه سلامتیش نقص بسیار نقص ما دیدیم گپ زدیم بسیار نقص سلامتیش کنون گفتن که حاضر باید که وای طبابت طبی گذرد دو روز 3 روز چی بگی نماشی بود در اونجا 6 ماه بود اکنون نمیدونم ممکن چی خیلی وای میشد اکنون پریمین کلیمت هم خیلی میشد خدا با شکر خدا خواهد انشاءالله نصیب کند همین پگه دیگر استودین جواب میتیم پسر شما که اومد باز خدمت حربیش ادامه میده؟ نه فرزندی من خدمت رو بود کرد 4 ماه زیاد شد الکی فرزندی من بود کردگی بود در اینجا گفتن که چون که خبرهایی بود که این 4 سرباز از افغانستان به دولت قطر بردن و از اونجا به تاجیکستان آوردن نه خیلی گپ نبود ما فرزندم پرسیدم نه اون در افغانستان بودن از همونجا به تاجیکستان آورده شدن همونجا به تاجیکستان آمدن دقیقاً که به تاجیکستان آورده شدن اخیر به دولت قطر اینجا برده نشد نه در یگانجا نبردن همین از افغانستان آوردن اینا رو طریق عملیات یا راه زمینی به چی رو آوردن ماشین قطعی آوردن ماشین قطعی از کجای افغانستان آوردنشون نمیدونم یا از قمسانگیر یا نپرسیدم و یا ندیدم شبانه بود میگن یا قمسانگیر یا 5 شبانه اینا رو آوردن ده؟ شبانه آوردن درسته شما کی خبری افتاد که فرزندتان اومده است آزاد شده است از دست طالبان ما با از امنیت گفتن که فرزندتان آزاد شد خدا خواهد بعد از 3-4 روز وای میکنیم بعد از همه ما در این صحبت کوتاهی که شما با پسرتون داشتید درباره روزهایی که وای در دست طالبان بود در اسارت بود یکم نقل کرد نه در اونجا نه وای نقل نکرد گفت که همش نقص بود میگه اینا یگان کس آزار نداده است چی وای نکرده است این پسر یگانتون است یا که نه این فرزند سوم تشکر سلامت باشید